یه لحظه صبر کنید. عزیزم من جایی نمیرم، همینجا هستم. بشینید بچه‌ها، خواهش میکنم. لطفاً لطفاً. میدونم خیلی نگرانید که ممکنه زندانی بشم، اما قول میدم این اتفاق نمیافته. اخبارتون رو درست ندیدم. داشتید یه چیزی میگفتید. چی بود؟ درباره تصادفه. کدوم تصادف؟ تصادف و فرار با ماشین شما. تصادف با ماشین من؟ شما مست بودین و رانندگی کردین. پس ماشین مال من بوده. خودم من پشت فرمون بودم و مشروب میخوردم. چطور ممکنه بچه‌ها؟ همه شیشه‌های من دودیه. چطور شما دیدید؟ شیشه ی ماشین پایین بود و تو بطری رو پرت کردی تو جاده. این خیلی بی‌ادبیه. یعنی من هیچ شعور شهروندی ندارم؟ این یارو خیلی تیزه. خبرنگارا ازش سوال میپرسن اما اون سوالا رو برمیگردونه سمت خودشون. خیلی باهوشه. خب تصادف کجا اتفاق افتاد؟ نزدیک جاده خیران آقا. شاهد عینی اونجا چی کار میکرد؟ همون نزدیکی یا زندگی میکنه. کجا زندگی میکنه؟ دادا صاحب پالکن آقا. آدرسش کجاست؟ پلاک 120 شهرک داکا. اسم اون شاهد عینی چیه؟ آره. خیلی خوب. تریشنا مالک، پلاک 120 شهرک داکا، دادا صاحب بالکن ناگار، جاده اسوی. کسی اونو نمیشناخت اما الان معروف شده. حرکت هوشمندانه‌ای بود. آقا زود تمامش کنید. خب راستش من خانم تریشنا مالک رو تحسین میکنم. میدونید چیه؟ اون نه تنها خودشو معروف کرده بلکه محلش هم یه شبه به شهرت رسونده. اونم به خاطر کی؟ به خاطر من آرکی. هر کسی با من در ارتباط باشه یه شبه سلبریتی میشه. ممنونم بچه‌ها، متشکرم. خیلی ممنون. همگی خسته نباشید. قربانه ببخشید، منظورتون اینه که اون دختر داره دروغ میگه و این بازی فقط برای جلب توجهه؟ محض اطلاعات. من اصلا رانندگی نمی کنم. من موتور سنگین سوار میشم. بیاین این طرف. اونایی که اهل مشروبن سیکس پک های منو ندارن، درسته؟ ببینش. این واقعیه. لمسش کن. خب سالاتون تموم شد. بچه‌ها همتون رو به صحنه فیلم برداری دعوت میکنم، چون امروز قراره یه سکانس عاشقانه مهم رو ضبط کنم. لطفاً بیایید. شما هم دعوتید خانم. خب بچه‌ها اینم از صحنه من. جاگو قهوه‌مو بیار. آقای رو تمام نورا رو وصل کن. همه یه چراغا رو روشن کن. خب بچه‌ها امروز شما رو میبرمتون به کشمیر.
همون جاییه که برای اولین بار با ستاره اصلی فیلمم ملاقات میکنم. سکانس عاشقانه من اینجا ضبط میشه. و اینجا با شور حال پیانو میزنم و همونطور که دارم پیانو میزنم میبینم که عشقم از اون طرف داره میاد. وقتی اون میاد همه جا گل و بلبل میشه. خب راستشو بخواین تو اون لحظه هوا بغلش میکنه. اونجا داره از اونجا میاد. از دنیای فانتزی و خیالی خودت بیا بیرون. آقای ریشاب کندرا. دوربینا رو بذارید کنار. دوربینا رو خاموش کنید لطفاً. یه لحظه صبر کنید لطفاً.
فکر کردی؟ دروغای نمایشیت میتونه تو رو از حقیقت نجات بده؟ داری با من حرف میزنی؟ تو کی هستی؟ مدهو بالا مالک. اون گفت برو به اون بچه پولدار لوس بگو که من مدهو بالا مالک اون پرونده رو پس نمیگیرم. این علنگو مال من نیست. اون دختر داد که شما دستتون کنید آقا. خب پس تو مدهو بالا مالک هستی. مدهو بالا. آها. بله، من گزارش تو دادم و این پرونده رو تا آخرش پیش میبرم. لطفاً یه لحظه. یه آدم مغرور و خودخواه که حتی اونقدر شعور نداره که بعد از تصادف عذرخواهی کنه. دیگه جز نمایش بازی کردن چی کار میتونه بکنه؟ تک تک آدمایی که تو خیابون راه میرن ستونه یه خانواده هستن که با کلی پیوند به بقیه وصل شدن. در ظاهر فقط یه تصادف به نظر میاد، اما واسه خانواده یه فاجعه بزرگه. میفهمی؟ چیزی که از چشم همه پنهون میمونه. تو کنفرانس مطبوعاتی امروز این گروه خبرنگارا هیچ چیزی علیه تو نمی‌نویسن. ادامه بده. اما من به سیستم قضایی این کشور ایمان دارم که احتمالاً تو رو مجازات میکنه. پیگیر میشم تا تقاصتو پس بدی. آقای ریشاب کندرا. خودم پیگیر مجازاتت میشم. فوق‌العاده بود. واو، چه اجرایی! چطور این همه دیالوگو حفظ میکنی؟ تو باید یه بازیگر میشدی. اونم کنار من، نقش مقابل آرکی، روبروی شخص آرکی. اسم فیلمم میتونستیم بذاریم جنایتکار و سادلو. خب ببینم نظرت چیه؟ مدهو بالا.
ببخشید، من واقعا معذرت میخوام. منم معذرت میخوام. چی شده؟ حالت خوبه یا نه؟ در مورد سلامتیم آره، ولی درباره بقیه چیزا نمیدونم. خب پارچ چطوری افتاد؟ تشنته آره؟ مامان بیرون بارون میاد؟ بارون؟ فکر کنم دکترها نتونستن بفهمن. مغزت بدجوری آسیب دیده پسر خوشگلم. آروم 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 تر آره. مامان این زخما رو حتی دستگاه های بیمارستان هم نمیتونه تشخیص بدن. اما چشمای یه مادر و یه معلم دقیقاً میتونه بفهمه که الان توی فکرت چی میگذره. سعی میکردی به گوشی برسی مگه نه؟ هی مامان گوشی فقط واسه اینه که یکم بازی کنم که وقت بگذره، فقط همین. عزیزم با من از وقت گذرونی حرف نزن. میخوای با یه دست بازی کنی آره؟ منتظر یکی غیر از دکتر بودی درسته آره؟ عزیزم من به بیش از 1000 تا شاگرد درس دادم. سعی نکن به من درس بدی آره؟ بیا تو. صبح بخیر خانم دیکشیت. سلام، حالتون چطوره؟ وقتی دیروز همه چی برات روشن شد چطور جرأت کردی دوباره بیای؟ مامان ساکت باش. خانم برو بیرون کلاس وایستا. کلاس؟ نه منظورم اتاقه. آره اما من چیه؟ برو بیرون وایستا. خوبه. اون شاگرد شما نیست، اون بازرسه. اونم باید بدونه که من فقط خانم دیکشیت نیستم، من یه معلم سختگیرم. فهمیدی؟ بشینو. سعی نکن به من درس بدی آره؟ برات یکم آب بیارم؟ میارم. از جا تکون نخور. همونجا وایستا. همون جایی که گفتم وایستا. دنبال منم نیا. خانم همونطور که گفتید خیلی وقت بیرون وایستدم. به حرفم گوش بدید، اینقدر از دستم عصبانی نباشید. خانم من با یه پیشنهاد جدید اومدم پیشتون. خب حتما رئیست یه نرخ جدید واسه اون پسرم تعیین کرده نه؟ خانم اسم رئیسم رو بهتون بگم؟ نیازی ندارم. توی کلاس من پسر آدمای مشهورم بودن. وقتی ازشون اسمشون رو میپرسیدم حتی اسم باباشون هم یادشون میرفت. بگو ببینم اسم رئیست چیه؟ آرکی، ستاره سینما آرکی، ستاره سینما ریشاب کندرا. نونمون تو روغنه.